ما معمولاً شکست رو مثل یه مهر روی پیشونیمون میچسبونیم و باهاش خودمون رو قضاوت میکنیم. اما حقیقت اینه که شکست یه اتفاقه، نه یه هویت. تو شکست خوردی، اما شکست نیستی. فرق این دوتا یعنی فرق بین رشد و فروپاشی. اگه دقیق نگاه کنی، بیشتر درد شکست از خود اتفاق نمیاد، از طرز حرف زدنمون با خودمونه. وقتی بعد از یه اشتباه با خودت مثل یه دشمن حرف میزنی، در واقع داری همون ذهنی رو ضعیف‌تر میکنی که باید دوباره بلندت کنه. ذهن تو مثل یه عضله است. هر بار که با مهربونی باهاش برخورد میکنی، قوی‌تر میشه. هر بار که تحقیرش میکنی، ضعیف‌تر. حالا یه تمرین ساده. وقتی شکست میخوری، قبل از اینکه بری سراغ قضاوت، یه مکث کن و از خودت بپرس اگه دوستم این اشتباه رو کرده بود چی بهش میگفتم؟ همون جمله رو به خودت بگو. ذهن نمیتونه فرق بین قضاوت واقعی و گفتگوی درونی رو تشخیص بده. هر چی بهش بگی باور میکنه. یه نکته مهم دیگه هم اینه که شکست ها فقط وقتی معنی دار میشن که ازشون یاد بگیری. اگه بعد از هر زمین خوردن حتی یه درس کوچیک یاد بگیری، اون دیگه شکست نیست، تمرینه. مثلا اگه یه مصاحبه کاری رد شدی، شاید یاد گرفتی چطور واضح‌تر از خودت حرف بزنی. اگه یه رابطه تموم شد، شاید فهمیدی که نیاز به مرز داری. هرچی هست بنویسش، چون تا وقتی درسی که باید بگیری و ننویسی، ذهنت رهاش نمی‌کنه. و اینم بگم، بعضی وقتا رشد یعنی فقط ادامه دادن، نه با شور و هیجان، بلکه با صداقت. شکست بخش طبیعی از مسیر رشد انسانیه. فقط اونایی شکست نمیخورن که هیچ تلاشی نمیکنن.